این مسجد شاه منصور. امروز جمعه. امروز راه ما راه این طرف. اینجا خانه های زمینی بودن، چپا کردن، دام های بلند آشیانه می سازن. اینجا داروخانه و بنیسه سکاری می بینید. این کبود بینای سازیدنیه، یعنی که توقع. اول بیلاین بود، بعدی بینای توقع شد. اونم بالاناشیانای زیبا در اینجا حضور دارم. چهره های زیبا شدگی. آفرین آفرین با ساختمانچیان که این طرز زیبا شد، اما امیدوارم صفتش هم نگاه میکنند و از استاندارد تاجیکستان گذاشتن. راه ما این طرفی صدبر دانشگاه دیزاین و کنیژنی میر و باغ صدرالدین عینی. با شما تماشای خوب و گوارا آرزو دارم.
یک تا 07 زور آمده است این در تاریخ باید ایستد در کلکسیا. اینجا خودخونه این خودکش با مزه نرخش معقول نشد. نگاه کن ماشینای تنجه یعنی این داموی هم نگاه کن. Продается помещение як 2 этаж, первый, второй этаж. Ина, пожалуйста. این طرف بینای مغازه‌های لباس ها، مغازه خوراکواری همه چیست در دوبای بارینه باور که خیال میکنم در دوبای اما یکی گرمش ما را همین تاجیکستان خاطر گرفتن. گرمش уже معلومه که تاجیکستان است. یکی خوشگیش دوبای. دوبای هم گرمه. Почти умора бинено, печке зебоши дагяе. Бовар кам я 2 сол пас тамом. این طرف روی پاوروت ایرپورت، یعنی که روی مسجد خیلتون و چهاردومای پاوروت ایرپورت. این چهارراه چلوچکا بود که دورده هم خیلی نام بود. این دو طرف دینا بینای یک خیلی بالان اوشیانه خوب و اون طرف راه سادبرگ، یعنی که دانشگاه دیزاین و گستینسای دوشنبه و این طرف راهی نو شدگیان. راه اول کوچه بود، یعنی که اون طرف راه نبود. از این راه تا آخری راهی جده وокзال یعنی که کردند بازای 29 27 راست از پیش بانیای سویتی میبرن. سویتی که سایزی بانیا بود اون طرف میبرن. با شما تماشای گوارم، با شما تماشای خوش آرزو دارم. در دوامش تا سادبرگ.
خلق بانک. این طرف مکتبی 55 مالیه. چی دانشگاه مالیه بوده. بیاس مغازه کامپیوتری. بینای دوشنبه پلازا مرکز طبابتی چینی خواسیه. این بینای همه دونمشه بینای وایکیکی شرون لانچ بار بوده است. مغازه مغازین لباسای علی جون، لباسهای مردانه و سپیتامن بانک سپیتامن میتونید قرض گیرید، میتونید قرض دهید. جهانی کتاب اولین بانک مالیوی خود The first microfinance bank. این است مورسکای سالون پریگ مخیسته. بود مغازه لباسای فلو. او بالا دا کاشانه حسن زنانه. و مغازین لباسای وایکیکی. این بینو در کجا جایگیر است حاضر به شما من میگویم. این بینو این بینوی روپروی بینوی کنیزنمیر، یعنی که عالم کتاب ها. این عالم کتاب ها کجا به جایگیر اینش هم میگویم. هون روپروی صدبر رو دیده. هوا رو بینه چه زیبا. ها شماله که خیلی سلخین است. امروز جمعه 16/6/2023. با شما تماشای خوش آرزو دارم. تماشا کنید. هوا را بینه چه زیبایی. او را بینه تیت تو را نمخه که چیست امی روز جمعه سالخین کرده که مردم از پس رزق روزی در گرمی سخت نباشند و کمتر با سالخین تر و آرام تر و بکار روند. این بینوی کتابی عالم کتاب و مغازه لباسای گلاس. اون گسینسای دوشنبه بینوی سرخ، بینوی زرد کالون دومی وطن 24 اتاژه و دانشگاه دیزاین. و این طرف راه زیلانی بازار. و شما موفقیت سربلندی آرزو دارم تماشا بینان عزیز. بازاری بالا کسی رفتنی باشد مرامت.
این راه از کافه صدبر میبراید. اینجا فسونک لباس‌های کودکی خوب است. برای فرزندان اینجا میتونید دسترس نمایید. این بینای صدبر چه زیبا شده است. درآمد اساسی از این طرف. میر ابوبی این عالمی توفلی های زنانه. این ویپتالوری عروسی میتونید فتا اینجا زکات کنین و اینجا پیراشکی خانه دوره استودنتی همه کسی اینجا پیراشکی نخورده باشه با فکر ما و استودنتی را نچشیده است. حتما صدبر بیاین و پیراشکی های صدبر بچشید. پیراشکی خیلی بامزه است. حاضرم همین البته اینجا نصیب باشد پیراشکی خریداری کرده و با خانه میبرم.